اگر فکر می‌کنی یوتیوبر شدن فقط به شانس ربط داره، بذار همین الان بهت ثابت کنم که سخت در اشتباهی. امروز میخوام 10 نکته طلایی رو بگم که هر یوتیوبر موفقی ازش استفاده کرده. و اگر تا آخر ویدیو با من همراه باشی، یک نکته مخفی هم میگم که واقعا بازدیداتو منفجر میکنه. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. خب نکته اول این که باید موضوعی که میخواید راجبش کار کنی مشخص باشه. یعنی که باید بدونی که تو چه زمینه‌ای میخوای کار کنی. همه فن حریف بودن توی یوتیوب جواب نمیده و باید انتخاب کنی بین گزینه‌ها مثل آموزش، سرگرمی، تکنولوژی یا حتی لایف استایل. وقتی نیچه مشخص داشته باشی، مخاطب دقیقاً میفهمه چرا باید دنبالت کنه. نکته دوم داشتن نظم آهنینه. یوتیوب عاشق کانالاییه که منظم باشن. لازم نیست هر روز بیای ویدیو بذاری. باید زمانبندی درست داشته باشی. مثلا هفته یه بار یا 2 بار بیای ویدیو بذاری. اینطور هم مخاطبت خوشحال میشه، هم یوتیوب. نکته سوم اینه که کیفیت صدا مهمتر از تصویره. میگه اگه با گوشی فیلم میگیری، مطمئن شو صدات واضح باشه و نور کافی داشته باشی. نوری که به صورت طبیعی و تمیز باشه خیلی کاراتو پیش میبره راحت. و کلا این دوتا چیز خیلی بیشتر از دوربین گرون قیمت بهت کمک میکنه. نکته چهارم شروع کردن بدون بهونه است. خیلی‌ها صبر میکنن که تجهیزات بخرن که این کارشون واقعا اشتباه محضه. با همون که داری شروع کن. گوشی، نور، پنجره و کمی خلاقیت. وقتی که رشد کردی میتونی ابزار حرفه‌ای‌تر بگیر. مهم شروع کردنه، نه کامل بودن. نکته پنجم دوست شدن با الگوریتم. الگوریتم یوتیوب دنبال تعاملات، لایک، کامنت، سابسکرایب و مهمتر از همه مدت زمانی که کاربر ویدیو رو میبینه. پس وسط ویدیو یادآوری کن که لایک کنن، کامنت بذارن، سابسکرایب کنن و غیره. نکته ششم تامنیل و عنوان کشنده است. تامنیل دروازه ورود به ویدیوته، جذاب، ساده و واضح. میگه کاری کن که توی یک نگاه همه بفهمن چرا باید رو ویدیوت کلیک کنن. یادت نره که هیچ وقت هم گول زننده نباشی و سعی نکنی که از ویدیوهایی که دیگه استفاده کنی و تامنیل تکراری استفاده کنی. یه تامنیل قشنگ تمیز بساز که فقط رو ویدیو خودت باشه و سعی کن پربازدید باشه. نکته هفتم یاد گرفتن از آنالیتیکس. یوتیوب بهت یه گنج داده به اسم آنالیتیکس. اونجا میبینی مردم کجا ویدیو رو میبندن، چه لحظاتی براشون جالبه و چه راهی پیدا کردن. نکته هشتم داشتن صبر. هیچ کسی یه شبه یوتیوبر بزرگی نشده و همه کسایی که ما الان میبینیم که سابهای میلیونی دارن یه روزی از صفر شروع کردن و سالها وقت گذاشتن تا به اون درجه رسیدن. کانال خوب مثل درخت میمونه، باید براش وقت بذاری تا میوه بده. نکته نهم ساختن جامعه است. مخاطبا فقط بیننده ما نیستن، اونا خانواده کانالت هستن. جواب کامنت ها رو بده، ازشون ایده بگیر، حتی تو ویدیو بعدی از اسمشون استفاده کن. اینطوری یه وفاداری بین اونا و چنلت درست میکنی. و نکته آخر و طلایی خلاقیت و امضای شخصیه. تقلید میتونه شروع خوبی برای یوتیوب باشه، ولی هیچ وقت کپی نکن. امضای خودت رو داشته باش. یعنی چی؟ یعنی که از ویدیوهای دیگران استفاده نکن. سعی کن موضوعی که میگی با استفاده از فکر خودت باشه، از ذهن خودت درست شده باشه و سعی نکن که به ویدیوهای دیگران بسنده کنی. خب دوستان، مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. برای اطلاع از ویدیوهای بعدی لطفاً زنگوله بالا رو فعال کنید و تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار.